یک شبهه در یک دقیقه. چرا خدا منو خلق کرده؟ من راضی نیستم، من نمیخواستم باشم. اگه کسی بخواد در حقتون خوبی بکنه قبول میکنید؟ هر آدم منصفی خوبی و نیکی رو قبول میکنه. لازمه بدونیم خلق ما هم نشونه لطف الهی در حق ما بود. واضح و روشنه که نارضایتی شما از خلق شدنتون نیست، بلکه به خاطر مشکلاتی مثل فقر و بیماری و دیگه چیزاست که ناراحتی و ربطی به خلق شدنتون نداره. این نارضایتی برای رفع ناراحتی و نارضایتی شما، شرایطی که اون مشکلات و فقر و بیماری رو به وجود آورده باید اصلاح و ترمیم بشه، نه اینکه لطف و رحمت خداوند رو زیر سوال ببرید. مطمئنا نعمت حیات خیلی ارزشمنده و خودتونم به صورت غیر مستقیم این رو میدونید. راستی اگه جواب آزمایشتون بیاد و بگه که 1 ماه دیگه بیشتر زنده نیستید، خوشحال میشید یا ناراحت؟ مطمئنا ناراحت میشید. اما کسی که ناراضیه باید از خبر مرگش خوشحال بشه. اما چرا ناراحت میشی؟ پس نعمت حیات ارزشمنده.